مشزن توجیک مجگونه سمادوه در مسابقه بین المللی جام جهان میان کشورهای استحصال کننده نفت در وزن 57 کیلوگرم سزاوار مدال طلایی شد. این مسابقه بوکس که از هفتم تا 11 دکامبر در شهر نیژنوارتوفسک روسیه دایر شد، از بین 7 عضو دسته منتخب تاجیکستان اوید به بوکس مجگونه سمادوه تنها نفری بود که در این مسابقه صاحب مدال شد و آن هم مدال طلایی. وقتی که پیروزی مجگونه را در فینال اعلام کردند، مشزن تاجیک اشراده گریه کرد. به نام اطلاع سامانه کمیته ملی المپیک تاجیکستان، مجگونه سمادوه در وزن 57 کیلوگرم میان بانوان محاربه کرده روز 7 دکامبر در دور اول بر مشیدم اردندلای از مغولستان، در چهارک فینال 8 دکامبر در مونیکا سرافین از پولشا، در نیم فینال 9 دکامبر بر ملکه شهیدووا از روسیه و روز 11 دکامبر در رقابت نهایی در فینال بر منگونسران بلسان از مغولستان دست بالا شد. در مسابقه 6 ورزشکار دیگر از تاجیکستان نیز اشتراک داشتند، ولی همه آنها در رقابت‌های اول ناکام شدند و دیگر کسی صاحب مدال نشد. در جام جهان اوید به بوکس میان کشورهای استحصال کننده نفت در نیژنوارتوفسک که از روی 13 کاتگوری وزنی میان مردها و 6 کاتگوری وزنی میان بانوان صورت گرفت. 139 ورزشکار، 105 مرد و 34 زن از 16 دولت اشتراک کردند.